سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان شبکه یوتیوب و حق تجی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. و امروز من میخواستم یک موضوع منم اویدی زاینده مشکلی ها کیست و یک چند دقیقه اویدی زاینده مشکلی ها صحبت کنیم با هموطنان. و امروز ها میبینیم که چه بلاگر هستند، چه ژورنالیست هستند، چه ملا هستند، مهاجر هستند، دستم درد نکند تا امروزه با کمک هایی که نفرهایی که معیوب هستند یا یتیم هستند یا که کم بزاعت هستند امروز شما با کمک آنها میشتابید و هموطنان رو دعوت میکنید با کمکی بگیم که محتاجان. و تشکر اول میکنم به شما که شما با اونها کمک میکنید و تا امروز شما چند کمک کردید اما راهی حل مشکلی ها رو نیافتید. یعنی امروز ما و شما کمک میکنیم به یک نفر، یک چند کم بزاعت باشه یا که معیوب باشه، یتیم باشه، اما کمک میکنیم باز هم یک نفری هست که مشکلی ها رو بالای ما چکا میکند، تولید میکند، یعنی میزوید. و میخواستم که یک چند دقیقه اوید همین مشکلی ها قصه کنم و ببینید که اگر همه ما و شما بسیارتر در دیه زندگی میکنیم، یک پرنده نام دارد با نام کوکوشکا، مثل کمتر از کفتر کلانتر علی. و اون نفر چکا میکنه، او کوکوشکا یعنی پرنده میروه در هیچه هایی که مثلا گندیشک است، در همون منطقهایی که اگر که زهبرا باشه، قمیزه ها باشه، در همون منطقه در همون میروه یک لانه تیور یک همون میکروپیس میگفتن در همون زمانهایی که ما کودک بودیم، یک گندش در همین قمیزه ها فرمگشت مثل گندش کلانتره او را ما میکروپیس میگفتیم. در همون هیچه همون لانه همون بگیم که گندیشک چکا میکرد، میرفت بگیم که تخمهای او را چپا میکرد و تخمهای خود را میگذاشت و او گندیش همون یعنی که در بالای همون چی کرک میشیدیم میموند چوجه همون کوکوشکا را میبرود. او کوکوشکا خودش کلانه با بگیم که نظر با گندیش چند برابر و همون گندیش که میدهد مثال همون کوکوشکا را چکار میکنه، کلان میکنه، ای خودش دست برابر کنه. و منظور من این چی بود؟ مقصد مثال آوردیم ما بگیم که یک پرنده را و امروز رژیم خودکامه رحمانوف ما را مثل همون کوکوشکا کرده است، یعنی که فرزندهای خود را میارد تولد میکنه و ما چکا میکنیم مثل همون گندیشک که خودنکک است همون را چکا کرده ایسیم، کلان کرده ایسیم. و امروز هم ما و شما میدونیم که مثلا یک نفر کمک میکنیم یا که یاردم میکنیم و یا یک خلطات میخریم میدیم یا که کچکت چی زندگی محصولات خوراکی باشد یا که یکون کمک مالی باشد، مثلا به مثل کورتا و لباس و غیره ها. و اما این روی حل شونده نیست، چون که ما این رو کمک میکنیم و در آینده این مثال همو آردی کمک کرده ما و شما را یا روغن ما و شما را چی چیز کمک کردیم یک ماه دمو یا که 6 ماه میخورد تمام می شود، باقی با اون نفر چکا میکنه محتاج باز به همین کمک مردم هست. و باید امروز میبینیم که رژیم رحمانوف یک سرور دارد، یک پیشوا دارد به نام مومن رحمانوف و وقتی که انتخاب شد به سر قدرت آمد و اون نفر چکا کرد با تمام بگیم که محصولات خوراکوره شیر دوغ نمیدونم نمک چی چیزی با چکا کرد، سوگند یاد کرد که من امروز و فردای ملت را به دوش میگیم. یعنی مدامی که اون نفر امروز و فردای ملت را به دوش میگیرد، پس بیاید مردم را مقصد این کم بزاعت ها است یا که بگیم که یتیم ها هستن، بیخانوادر هستن، کسی که محتاج است مرحمت این نفر بیا کمک کنه، چون که هر یک نفر ما و شما میدونیم که اون دوست پرنده هستیم، چی در
خواجگی قشلاق کار میکنیم، چی بگیم که در حتی یا پریمخیل کار میکنیم، چی کار کنیم، حتی امروز ما چکار میکنیم انداز از همون کارمو بگیم که میدیم. پس امروز سوال مطرح این است که مادامی که ما انداز پارنده باشیم، پس او انداز ما کجا می رود؟ آیا با کمک یتیمان، به پرستاران، به خانواده، کسی که محتاج است با آنها نمی رود؟ پس فهمیده می شود که امروز رئیس خودکامه رحمانوف این بگیم که انداز ما را چکا میکند، میدزد، به جای بخش میزند و دیگرو را بگیم که تبلیغ میکند که من چکا کنید، من کمک به کندیزات ها بکنید، من راه بسازید و غیره غیره ها کارها بکنید. و من همین را گفتنی بدم هموطنای عزیز، مادامی که ما از پی مشکل اساسی نشیم، یعنی که همون تولیدگری که امروز ما را چکا میکند، امروز بگیم که برای ما مشکلی ها، پرابلم ها ایجاد میکند، یعنی تولید میکند، ما باید اصل قضیه را بیاوریم که اون نفر را بگیم که او تولید کننده را ما بگیم که از بین ببریم، وگرنه نباشد روز تا روز چکا میکند اینها تولید کردن میگن، گرچند که ما اونها را کلام میکنیم، اینها ایسا چکا میکنن تولید میکنن و ما میدین، ما چکا میکنیم مردم بیچاره و سرسان و سرگردان بگیم که اینها را بازم با قدر حال کمک میکنن. و باقی در امان خدا باشید، صحبت طولانی نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.